گلوله تک‌تیرانداز میتونه با سرعتی بیش از 1800 مایل بر ساعت حرکت کنه و حتی از فاصله 2 مایلی هم کشنده باشه. ولی مهمترین مهارت یک تک‌تیرانداز توانایی شلیک کردن اون نیست. توانایی مخفی شدنشه. تو به شانس اعتقاد داری؟ زر نزن. بی خیال دیگه، جدی پرسیدم. منم جدی گفتم زر نزن. بی خیال بابا. تو الان 3 روز شده. منم سرگرمی میخوام. خیلی خوب، چرا همون کارهای همیشگی تو نمی کنی و با همون رفیقای مزخرفت همون چرت و پرتای همیشگی و سرهم نمی کنی؟ آره راست میگی، ولی نمیتونستم چون کنار تو عملیات کشتن یه نفرم. دارم از خوشی میمیرم. خدای من، میدونستم گم میزنی به اعصابم. این کار من همیشگی که کاری نکردم، فقط میگم پیشنهادی که میدی خیلی مزخرفه. خیلی خوب باشه، اصلا بیا چه میدونم راجع به بیسبال حرف بزنه. بیسبال واقعا حوصله سربره. چی؟ یه همچین حرفی ازت نشنیده میگیرم. تنها چیزی که از خود بیسبال حوصله سربرتره اونایین که در موردش حرف میزنن. ما اصلا چجوری با هم خیلی اتفاقی، یه جورایی شانسی بود. پناه بگیر. خب من به شانس اعتقادی ندارم. تو به شانس اعتقاد نداری؟ خدای من، چرا خفه نمیشی؟ خب چرا در مورد این صحبت نکنیم؟ تو به شانس اعتقاد داری؟ نمیدونم، به خاطر همین دارم میپرسم. خودم هم دنبال جوابم. خیلی خوب باشه، که اینطوری شدی از وقتی که با اون رفیقای مزخرف تو کلوپا و کافا ولگردی کردی؟ آره پسر، تو بانکوک بود. خب که چی؟ تو به این چیزا فکر نمی کنی؟ به چی؟ اعتقاد به شانس نه. چرا یه هایی به این چیزا علاقه من شدی؟ تو شغل ما این چیزا طبیعیه. میدونم برات مهم نیست. نه، میخوای بدونی چرا؟ چون برعکس عمل میکنه. خیلی عوضی هستی. معلومه که هستم. تو فکر میکنی بعد از اینکه بمیریم چی میشه؟ هیچی نمیشه. هیچی؟ نه، الان زنده ای، بعدش میمیری. همین. پس تو به پوچی اعتقاد داری؟ نه، من همچین چیزی نگفتم. من کاملا مطمئنم منظور دقیقا همین بود. نه، من اینو نگفتم. من فقط گفتم بعد از مرگ هیچ اتفاقی نمیفته. خب این یعنی چی؟ بالاخره اعتقاد داری یا نه؟ نمیفهمم. یادت مربیمون در مورد این که وقتی یکی تفنگ میده دستت و میگه خالیه چی گفت؟ گفت اول مطمئن شو. آره خودش. نظرم در مورد شانس هم همینه. هنوزم میخوام مطمئن بشم. آره متوجه شدم، ولی بعضی وقتا بهش فکر میکنم. او اونجا رو مهمون داریم. خب ماشین مشکی. دارم میبینمت آشغال. مطمئن این همون یاروه؟ با عکسش فرق داره ها، انگار خیلی لاغر کرده. آره بابا، خودشه. مطمئنم. فکر کنم حق با توه. وقتشه. پول دارای عوضی. اون عوضی ارتش خودشو آورده. آزا چطوره؟ خیلی ها دارم میبینم، ولی خب میشه انجامش داد. اونجا رو ببین. یوهو. اوه لعنتی. خدای من، فکر کنم اون همسر جدیدش باشه. فکر میکنی آدم حسابیه؟ فکر کنم فقط به خاطر شخصیت همیشه برندشه که باهاشه، مگه نه؟ فکر میکنی چقدر در میاره؟ اما بیشتر. پس خیلی هم نیست. باد از شمال غربی، سرعت 3 مایل، درجه 2.6. بله دریافت شد. دارمش. زود باش دیگه سم، این آخرین فرصتمونه، تنها فرصتمونه. گندش بزنم.
کندش بزنم. زنه رو کشتم. نه نکشتی، هنوز داره نفس میکشه. یه شلیک دیگه داری، تمرکز کن. کن داری میبینیش؟ تنهاش نمیذاره. شاید اون یارو خیلی هم عوضی فقط نباشه. تو کار تمرکز کن، تمرکز کن. شلیک گلوله. نفس بکش و بعد شلیک کن. سم اونا رو بکشید. لعنتی باید شلیک کنی. حله تایید شد. دیدیش؟ زنه منو دید. باشه بعدا راجبش حرف میزنیم. ای نکن نخورید. لعنتی. برو. ای وای گیر افتادیم. کندش بزنن. خیلی خوب، بیروت رو یادته، دوباره انجامش میدیم. باید چند تا ملافه پیدا این کنیم. بالا چه ملافه نیست احمق. تو بیروت هم جواب اگه نداد. ملافه ابریشمی بود ماچه جواب پام میداد. شکست. این 2 برابر بلندتر از اونه. مزخرفه. یه را دیگه پیدا کن. باشه راه سخته رو انتخاب میکنیم. هی دنبالم بیا. هی برگردید داخل. برید کنار دیوار. عجله کنید. آروم باشین. سم مهمون داریم. بزنشون. ببخشید خیلی متاسفم. را بیفت. ما تسلیمیم. آروم باش. ما تسلیم. تکن نخور. ایته‌ای نداری؟ با تو بودم ها. به جز این که به فنا رفتیم. آروم. چرا اینقدر طولش میدی؟ بجم دیگه. الان این بالا داریم چی کار میکنیم؟ که داریم کجا بهم میریم؟ اعتماد کن باشه. نه هی فکر کن سرنوشت همینه. بهت گفتم که بیروت جواب میده. شده که خیلی خوبی بود سم. اون ذره داشت نفس میکشید. خودم دیدم. حتی اگه کشتم شده باشه اون با تروریستا هم دست بود. اون یا روی عوضی تیتیش مامانی بود. جدی؟ از چرا خودش انداخت جلوی گلوله تا جون یارو رو نجات بده؟ چرا این کارو کرد؟ شاید از قصد نبوده. شاید پاش سر خورده. اون سر نخورد باشه. اون مستقیم به من نگاه کرد. اون دید میخواستیم چی کار بکنیم و بعدش اون نمیدونست داره به چی نگاه میکنه. اون یه عوضی بود. از اون خیلی آشغالا. ببین اون خودش انداخت جلوی گلوله تا ازش محافظت کنه.
اگه اون مردی که انقدر عوضی بوده اون چرا همچین کاری کرد؟ اهمیتی نداره، اون یه شلیک خوب بود. این کار ماست، کار آره هر شلیک دوی ما. خوبی بود، همون بار اولم شنیدم. قفلی نزن. ببین اگه اون عوضی فقط یه شهروند معمولی بود هیچ وقت به ما نمیگفتن اونو بکشیم. اگه اون زنم میخواست سالم بمونه باید قبلا فکرشو میکرد. اون یه عوضی بود، پس اون زنم عوضی بود. یه دو تا چهار تا ساده است، به همین سادگی رفیق. تمه خودت جواب بده. بله. سلام سم، شنیدم به مشکل خوردید. با اجازت. تو حالت خوبه؟ آره من خوبم. بهش میگن خسارت جانبی. سم گوش بده، اگه دلت میخواد با کسی صحبت کنی. ببین الان نمیخواد زبون بازی کنی باشه؟ به دلداری تو احتیاجی ندارم. باشه فهمیدم. من اینجام، به هم اعتماد کن. حق با ماست. جون من. شرط میبندم اگه اینطوری نبود هیچ وقت تو رو تو همچین درد سری نمینداختم. الان این چیزی رو عوض نمیکنه مگه نه؟ بهش بگو من مشکلی ندارم. بیخیاله بیخیال. سم گوش کن، یکم به خودت وقت بده. هیچ خبری نیست. وقتی آبا از آسیاب افتاد بهت زنگ میزنم باشه؟ جانت. چیه؟ توی آشغالی. خب نظرت چیه بریم یه لقمه غذا بزنیم به بدن؟ نه میل ندارم. من خیلی داشتم در مورد مسئله اعتقاد به این شانس قضیه میگفتم. هیچ ربطی به اون حرفا نداره باشه کن؟ باشه خیلی خوب. چرا نمیای بریم آمستردام؟ اونجا کلی به همون خوش میگذره، کلی بزن میکنیم. درست مثل دبیرستان؟ خب آره، مشکلش چیه؟ هیچی، فقط اگه هنوزم دبیرستانی باشی. اگه درست فهمیده باشم چی میگی، میخوای بگی من یه عوضیم که نمیخواد بزرگ بشه؟ فکر میکردم خیلی واضح باشه، درسته؟ چرا نمیری گورتو کم کنی ببین رفیق؟ خیلی بزرگ شدی، آفرین. خسته نباشی. انقدر احمق نباش پسر. این که اولین بار نیست، خودت هم میدونی. اون دختره پر جلوی گلولت. از این اتفاقا میفته، من بچانسیه آدم دیگه. بدشانسی نیستم.
چه کار خوش بگذره رفیق. خدا سلام تام. من خوبم. قضیه چیه؟ خب میدونی همینجوری دارم علاف میچرخم. چه خبرها؟ آها ببینید کی دوباره سر و کلش پیدا شده. چه خبره رفیق؟ چند تا ایمیل و پیام دیگه رو می‌خواستی بی خیال بشی؟ میدونی نامزد دیگه داشت عقلشو از دست میداد به خاطر اینکه تو من نیست. تم حتی مطمئن نبود که تو میای یا نه. گفتم اگه اون این کارو قبول کنه حتما میاد. اوه حالا واسه ما اخلاق مدار شدی. خوشم جدی؟ اومد. دو عالیه. تا کلمه برات آماده کردم. آشغال عوضی. خیلی خوب. گم شو بشین تو ماشین. گم شو خودت بابا. گم شو عوضی. دهنتو ببند. خودت دهنتو ببند. فرانکفورت. دلم خیلی برات تنگ شده بود. آمستردام چطور بود؟ به نظرم خیلی مزخرفتر از قبل شده بود. حتما. من خیلی شرمندم. آخه یکم مواد زدم. هم چیز دیگه ای نگفت؟ منظور در مورد کاره؟ نه در مورد کار نه، در مورد من. آره گفت حواسم به توی عوضی باشه، خود توی وقت به فنا ندی. نه چیزی نگفت. چطور؟ بعد از این کار میکشم کنار. امروز صبح هم صحبت کردم. بعد از این دیگه نیستم. مزخرفه. نه شوخی نمیکنم که، جدی میگم. همینه دیگه، وقتشه. واقعا متاسفم ولی دیگه کار من تمومه. اینجا به نظر خیلی باحاله مگه نه؟ حداقل از جای قبلی که بهتره. خیلی پیشرفت کردیم. خیلی خوش اومدین آقایون. بفرمایید. برای شما. نه ممنونم. اشکالی نداره. لطفاً کیفتونو بدید. خب اوضاع ردیفه. باشه سکوت درمانیه. لطفاً باشه گرفتم. بفرمایید. عوضی ممکنه. آشغال. چرا که نه؟ اولاق. نه این دیگه منصفانه نیست. تو یه اولاق عوضی هستی. من یه اولاغ عوضی هم. درسته اولاغا میتونن خیلی عوضی باشم اگه نه؟ به خاطر همینه این همه اولاغ داریم. ولی این چیزی از عوضی بودن تو کم نمیکنه. توی آشغال تمام عیاری عوضی ها مثل قارچ تکثیر میشن. فکر کنم منظورت مور و ملخ بود نه؟ میدونی یه زمانی خیلی آدم باحالی بودی. آشغال عوضی. خدای من. ولی بداه خوب میگفتی. آره بد نبود. آره بدجور از دستت کفریم. پاشتم دارم. اینجا رو باش. مطمئن اینجا اتاق ماست؟ بله درسته، اتاق شماست. ببینم قضیه چیه ها؟ تو مطمئنی دیگه درسته اینجا اتاق ماست؟ بله درسته قربان. جدی؟ بیا اینجا رو ببین رفیق. ملافه های ابریشمی مورد علاقت. باید مطمئن شم دوباره تختو به گن نمیکشی. من فقط یه بار به تخت گن زدم. فقط یه بار. خدمت شما. متشکرم. این از طرف تمه. ارتقامون داده. از اونجایی که این آخرین کار مشترکمونه یه هدیه فرستاده. خوش به حالمون. نه ممنونم.
هی ممکنه لطفاً اون پرده ها رو بکشی؟ ولی غروب خورشید خیلی زیباست. الان دیگه هوا تاریک میشه. آره خیلی خوشگله، ولی لطفاً فقط پرده ها رو بکش. ممنون. لطف کردی. خب دیگه بقیهش رو خودمون انجام میدیم. ممنون. هر طور میل شماست. من میرکو هستم. اگه چیزی لازم داشتین، هر چیزی، فقط تماس بگیرید. ممنونم. تا قبل از این همچین جایی نبودیم مگه نه؟ نه وگرنه یادم میومد. ولی خیلی به نظرم آشناست. توهمه. اگه بار اول نشیدی گفتم توهمه که به نظرت قبلا اینجا بودیم. خیلی خوب باشه، بیا حرف بزنیم. هرچی تو دلته بریز بیرون. تو میکشی کنار و من به فنا میرم. در مورد چی داری من یه حرف نقطه می‌زنی؟ یابم، اونا دیگه به من احتیاجی ندارن. چرت نگو، تو خوب نه شلیک مثل تو، می‌کنی. اصلا حالیت توانایی که تو داری چقدر کمیابه. تا الانم اونا منو نگه داشتن به خاطر اینکه کنار تو هم. تو فکر میکنی چرا تم میخواد باهات ازدواج کنه؟ چون تو بهترین تیراندازی هستی که داری و همه تو اینو خودتو خیلی میدونن. دست کم گرفتی. من فقط دارم راستشو میگم. من کارمو خوب بلدم، نقطه هدفو مشخص کنم، مثل یه آدم حرفه‌ای، حتی از اینام بهتر. آره ولی خودشه. من تو نیستم، هیچ کس نیست. اون شلیک خوبی بود سم، قانونی، تضمین شده و بی‌نقص. چرا توی عوضی اینو حالیت نمیشه؟ چون اون زن خودشو قربانی کرد که میفهمی. چی اون خودشو قربانی کرد. اهمیت تو میده؟ همچین کاری برای یه نفر دیگه میکنی؟ برای اون تروریست؟ نه منظورم هر کسیه. معلومه که برای میکنم. کی؟ برای توی دلقک عوضی. دقیقاً منظورم همینه. به خاطر همینم میخوام کنار بکشم، چون من برای توی خطرم. اینو چی درک میگی میکنی؟ بابا؟ من برای توی خطرم. اون روزی که به اون زن شلیک کردم همه چی عوض شد. من الان یه آدم دیگه‌ام. احساس میکنم تمام زندگیم داشتم از این زاویه بهش نگاه میکردم. حالا میخوام بدونم بدون اون چطوریه. میفهمی؟ خیلی شرمندم رفیق، واقعا شرمندم. درک میکنم چرا همچین حسی داری، ولی دیگه کارم تمومه. باشه فقط همین، من دیگه نیستم. شرمندم. لعنتی. عکس العمل تمارا چطوری بود؟ خب خیلی خوشحال نشد، اما خیلی هم تعجب نکرد. وای، فکر میکردم اگه بشنوه سکته میکنه پس میفته. راستشو بخوای اونم دقیقا همینو در مورد تو گفت. آره خوب، سکتشم قشنگه. کارت خیلی درسته رفیق. ببین من خیلی شرمندم کن، واقعا شرمندم، ولی فکر کنم دیگه وقتشه. پس قراره اینطوری باشه؟ آره همینطوریه. این آخرین کاریه که انجام میدیم. باشه. هیچی تا ابد دووم نمیاره. یه پنت هاوس داریم، نوشیدنی داریم، تو شهری هستیم که شباش معرکه است و تازه 2 روز دیگم تا کنار کشیدن تو وقت داریم. آره. باید در کنار هم خوش باشیم. میدونی چیه؟ تو رفیق خیلی خوبی هستی. آره دیگه وقتش بود بگی مگه نه؟ آره خیلی هم متواضعی. البته خب من خیلی میدونی من خودخواه؟ پس قراره الان این کارو بکنیم؟ قراره جمله های همدیگر رو کامل مجبورم، کنم؟ چون در غیر این صورت تو دست از وراجی برداری داری. باید از اون کارتای مخصوص داشته باشی تا آسانسور مستقیم بیاد اینجا، درسته؟ آره. اوه خدای من، اینجا رو سلام. سلام. به دستور رئیس اینجاییم. ما از طرف مدیریت و رئیستون اومدیم. رمز عبور رو میدونم. خب آره، شما رمز عبور رو میدونی؟ لباس فروشی. رمز عبور لباس فروشیه. رمز عبور همینه. خودشه. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست. خب چه خوب. بیایید بالا. سب کن اونم ببینم تو فقط 2 تا الان. دخترم، مشکلی نیست. هی پسر رفیق تو. واو، حالا به شانس باور دارم. آره، خدماتشون حرف نداره مگه نه؟
داری از دست میدی رفیق. آی. نگران نباشد دست نمیدم. اسم تو چیه؟ اسم اون مناست. منم لیلیم. مونا میشه لطفا پرده ها رو بکشی؟ فرقش چیه؟ الان که شبه. آره ولی وقتی بازه حس خوبی بهم نمیده. باشه فقط پرده ها رو بکش. تو شما راحتید. آخ مرسی. آخ. آماده ای؟ چی شو؟ فکر نکنم از این کار خوشم بیاد. خیلی اهلش نیستم. تو گفتم چی گفتم؟ مگه میشه آدم از ماساژ خوشش نیاد؟ بهتره تو این موقعیت باشه، صحبت بشین. نکنید. بیا اینجا بیا. آخیش یه ذره این ورتر. آره خوبه. عالیه. باشه. این دیگه چیه ها؟ داری چیکار میکنی؟ دارم چاکراتو پیدا میکنم. چی ما پیدا میتونی میکنی؟ آینده منو بگی؟ بله میتونم آینده رو پیش بینی کنم. اوه واقعا؟ شنیدی چی گفت؟ آره حتما همینطور. داری وقت تو باش تلف میکنی. اون به این چیزها اعتقادی نداره. خب مادرم همیشه میگفت همه یه سرنوشتی دارند، چه اعتقاد داشته باشن چه نداشته باشن. اون یه کلیه تمام عیار بود، کف بینی میکرد. منم از اون یاد گرفتم. یه پیشگوی معمولی نه، یه پیشگوی کلی. احتمالا الان هم میخوایی بگی یه گویم داری. معلومه. چی واقعا؟ یه هدیه از طرف مادرم بود، همیشه همراه همه. جدی؟ شانس میاره. بهت یه $100 میدم اگه همین الان اون گوی رو نشون بدی. باشه. اون واقعا داره میره اون گویو بیاره. ظاهرا که همینطوره. لعنتی. صبر کن، وایسا ببینم. ازش استفاده کن. تا حالا ندیدم کسی با یه گوی آینده‌مو پیش بینی کنه. باید بگم این گوی فقط برای سرگرم کردن تروریستاست. بالاخره یکی پیدا شد راستشو بگه. ولی کف بینی و جدی گفتم. قسم میخورم کف دست هیچ وقت دروغ نمیگه. خیلی خوب. پس حرفی نمیمونه. چی میگه؟ حالا باحال میشه. دوست نداری یه جا بمونی و دوستم نداری پیر بشی. تمام زندگی دوست داشتی بچه میموندی. آره درسته. به خاطر همینم همیشه تو کارات موفقی. فکر کنم تا آینده هم همینطوری باشه. فکر کنم زیادی داره ازت تعریف میکنه. از تعریف زیاد خوشم میاد. اه؟ خب کف دست اون رفیق اون چی میگه؟ اونجا چی میبینی؟ خیلی خوب. بیا ببینیم. تو منتظر باش. من که خیلی هیجان دارم. چیه؟ ها؟ چی شده؟ چی شده؟ ها؟ تو هم تو کارات موفقی. آها باشه. خب بقیه چی؟ ها؟ فکر میکردم باور نداری. باور ندارم، فقط همینجوری کنجکاوم. دیگه چی؟ دیگه چی میبینی؟ بهم بگو. خب تو سرنوشت محکمی داری ولی چی؟ ولی دنبال آدم اشتباهی میری. این یکی رو اشتباه گفتی. اون که اونجا میبینی به هیچی باور نداره. اون حتی به شانس هم باور نداره. باور داره ولی نه خیلی زیاد. پیشگویی تموم شد؟ بله. یه نوشیدنی میخوای؟ آره حتما. چرا که نه؟ اینجا رو ببین. تم از هیچی کم نذاشته. حسن نیت مدیریت قربان. حتما همینطوره. بهتره دیگه ادامه ندی. آخه برای چی؟ به نفته. تو چت شده؟ هی
نمیخوام اون پرده ها رو باز کنی. برای سرو غذا منظر اینجا قسمتی از منوی غذاست. من هیچ اهمیتی به آروم منظر باش. اینجا چشه؟ نمیدم. چی درو ببند، میگه؟ پرده ها رو هم ای بکش. بیخیال، فقط تو چت شده؟ ببندشون. من که خوشم میاد. چرا داری داد ببین میزنی؟ کل شهر زیر پامونه. پناه بگیری. بن، تو خوبی؟ آره من خوبم. میبینیش؟ آره تو برج سمت جنوب غربیه. لعنتی، اون عوضی نمیتونه درست نشونه بگیره. خاطر شیشه های برجه. لعنت بهت. تیراش خطا میره. باید اون پرده ها رو بکشیم. کنترلش کجاست؟ دست تو استدش من بده ببینم. سم سرتو بگیر پایین. میدونم فهمیدم. مراقب اون تکتیر انداز عوضی که میخواد بزنه ناکارت کنه باش. الان نشونت میدم عباسی. لعنتی، داغونش کن. بچم ببینم شلو بچم. سم بجم دیگه، چرا مسخره بازی در میاری؟ مسخره بازی در نمیارم. این کارش خیلی درسته. برای کی کار میکنی؟ لعنتی، بهت نشون میدم عباسی. روحت. اون پرده ها هنوز بازن. تمرکز کن سم، تمرکز کن. دوتاشون رو ناکار کردی، هنوز دوتای دیگه مونده. تمرکز کن. باشه. چه اتفاقی داره میفته؟ چرا؟ ساکت ساکت. سم تلفن کجاست؟ تو جیب کتم تو اتاق خوابه. مال تو کجاست؟ دم دست نیست. کیفت چطور؟ کیف روی میزه، نمیتونیم بهش برسیم. اسلحت کجاست؟ اون تو گاف صندوقه، تو اتاق خوابه. گذاشتی تو گاف صندوق؟ آخه چرا باید بذاریش تو گاف صندوق؟ نمیدونم، فقط میخواستم بذارمش یه جای امن. خاک تو سرت. خدای من دارم پوشش از دست خیلی میدم. خوب کن. جایی پیدا کردی که بشه رفت؟ آره صبر کن. خیلی خوب پیدا کردم. باش آماده باش. با شماره 3 1 2 3 خدای من. لعنتی یه گلوله به پشتم خورده، دارم آتش میگیرم. حالت خوبه؟ آره من خوبم. باورم نمیشه. لیلی به من گوش کن. لیلی همه چی درست میشه باشه. فقط باید آروم باشی. سرتو بالا نیار. فقط باید سرت پایین باشه. بگو سرشو پایین نگه داره. لیلی آروم باش. لیلی الان باید آروم باشی. لیلی باید آرامشتو حفظ کنی. لیلی آروم باش، رو چیزای خوب تمرکز کن. تو ایده ای نداری؟ به غیر از این که به فنا رفتیم. آره به غیر از این که به فنا بذار رفتیم. فکر کنم. نه قراره این کارو بکنیم. باشه این گندیه که تو زدی. الان باید چیکار کنیم؟ فکر کن. آره باشه. آره گرفتم. بذار فکر کنم. خب چراغا باید چند تا از چراغا رو خاموش کنیم. باشه آفرین، فکر خوبیه رفیقم. اینا حالا خوب شد. هنوز کلی چراغ دیگه نه روشنه. نمیخوایم همه جا تاریکه. چرا اونا خونه اونا میتونن؟ دوربینای دید در شب دارن. نیمه تاریک باشه بهتر از اینه که کاملا تاریک باشه. شما 2 تا دخترا کدومتون تلفن دارید؟ من دارم. کجاست؟ تو کیفمه.
کیفت کجاست؟ رو میزه. لعنتی، اون که اون ور دنیاست. اون یکیتون چی؟ اسمش لیلی بود؟ لیلی حرف بزن، با من حرف بزن، با هم حرف بزن. لیلی تلفنت کجاست؟ لیلی میدونی تلفنت کجاست؟ لیلی تلفنت کجاست؟ نمیدونم تلفنمو کجا گذاشتم. اون خیلی ترسیده، نمیدونه تلفنشو کجا گذاشته. حتما تو کیفشه. خیلی خوب، باید یه نگاهی بندازیم. مرا سرتو بیار پایین، بالا نیا، تکون نخور. سم تو میبینیش؟ آره میتونم ببینمش. مرا حواست به سم باشه، تا وقتی سم نگفته از جا تکون نخور، باشه؟ اونجا جات امنه. کن داری چی کار میکنی؟ یه نسخه لعنتی از بازی تتریس با مهمات زنده. خیلی خوب باشه، فقط به پا تیر نخوری. خیلی خوب، ممنون، باشه بابایی. خودشه بچه ها، دیدمش. چیو دیدی؟ کیفش. بهش میرسی؟ سر جاتون بمونید بچه ها، ممکنه خطری باشه. سب کن، وایسا مونا. کن میخواد بپره پشت ستون. به محض اینکه پرید باید بیای سمت من. میتونی انجامش بدی؟ خوبه. آماده ای؟ کن آماده ای؟ خیلی خوب، 3 2 1 حالا عجله کن، برو. ای صورت همین بود عوضی. من از وقت تو قنداق بودم از این کارا میکردم. خدا لعنتت کنه عوضی. آره قابلی نداشت شفیق. میدونی سم، داشتم فکر میکردم به چی؟ دیشب یه مسابقه بیسبال تماشا کردم. اونقدرم که فکر میکردم حوصله سربر نبود. زود باش سعی کردم همینو بهت بگم. نه بمون پایین. لیلی آروم. بالا نرو، پایین بمون. بهش بگو بالا نیاد. لیلی نباید وایسی، آروم باش. لیلی آرامشتو حفظ آروم کن. باشه آروم. پایین بمون. باشه، هوا تو دارم. خب نمیذارم اتفاقی بیفته. هوا تو دارم، فقط آروم باش. کن اون دیگه رد داده. فقط همونجا بمونید، دیگه چیزی نمونده. آره خودشه، گرفتمش. خیلی خوب، عالی شد. رمز عبور تلفنشو میخوام. رمزش چیه؟ لیلی رمز گوشی چیه؟ نمیدونم، فکر کنم 15110 بود یا برعکس. اون رمز لعنتیش چیه؟ رمز تلفنشو عدد به عدد باید بگی. 1510. خیلی خوب، به جوم دیگه. شرکت بیمه اوشن، چطور میتونم کمکتون کنم؟ شماره پرونده 6661. لطفاً برای تایید منتظر بمونید. کن چرا با این شماره تماس گرفتی؟ بهتر که وضعیت آبی؟ آره داره به همون شلیک میشه. خیلی خب، فقط حرف بزن. الان کجایی؟ تو هتل پنتهاوس. فقط یه چند تا پنجره داره، چیز زیادی برای پناه گرفتن نیست. من و سم گیر افتادیم، ولی خب هنوز زنده ایم. سم تو نمیخوای چیزی بگی؟ عجله کن، ما رو از این خراب شده ببر بیرون. نمیدونید کاری کی میتونه باشه؟ نمیدونم، ولی تیرانداز تو ضلع جنوب غربیه، مثل یه آپارتمان بلند میمونه، یه جور محیط اداری یا یه همچین چیزی. به هر حال ما گیر افتادیم، باید یه جوری از این خراب شده بزنیم بیرون. پنتهاوس؟ خودت برامون اینجا رو گرفتی. من نگرفتم. این گوشی مال کیه؟ مال همون 2 تا دختری که از طرف تو اومدن، که البته از نظر من کارت خیلی عجیب بود. آره اونا رمز عبور رو میدونستن. تم اونا هنوز اونجان زندن؟ آره، یه دونه از اون عوضی کشته شده. البته پیش خدمتم با اونا بود. اون عوضی مثل نینجاها بود، ولی این دخترها غیر نظامی هن. مطمئنی؟ آره اونا کاملا ترسیدن، ادا در نمیارن. دارم با چشمای خودم میبینم. حالا چطوری رمز عبور رو بلد بودن؟ ما گیر افتادیم تم، یکی ما رو فروخته. چند نفر میدونستن ما قراره بیایم اینجا؟ آدمای زیادی نیستن. ببینیم پنتاس، دیگه جای امنی نیست، ما کمک میخوایم. جای دیگه ای تو شهر هست؟ باید چند جا زنگ بزنم این خط آزاد بذارید و جمع نخون. مگه گزینه دیگه هم داریم؟ شنیدید که خانم چی گفت بچه‌ها؟ تکون نخورید. اونا قراره کمک بفرستن؟ آره، یکی رو برای کمک میفرستن، چیزی نمیشه. فقط باید سرتون رو پایین نگه داریم، فهمیدین؟ بهش بگو پایین بمونه. لیلی به هیچ وجه بلند نشو. اون ساختمون اونجا میبینی؟ نه نگاه نکن. اگه تو میتونی ببینیش یعنی اونا میتونن ببیننت، و این بده. اونا تیراشون رو هدر نمیدم، خیلی دقیق شلیک میکنن. اونا دنبال یه هدف مطمئن هستن، باید حواستون جمع باشه. اونا چرا میخوان شما رو بکشن؟
نمیدونم. تو یه کاری کردی مگه نه؟ خیلی کار کردم. ما کارهای زیادی کردیم. به این قضايا ربطی نداره. من نمیخوام بمیرم. من نمیتونم اینجا قرار بمیرم. نیست شما اینجا ببینید. من یه دختر دارم. قراره دوبارم ببینیش. به هم اعتماد کن. خدایا لطفا کمکمون کن. هی منو ببین، همه چی ردیفه. سوار نظام تو راهه. فقط آروم کی؟ باش. سوار نظام میدونه. اونا آدمای خوبی هن. آه، آدمای خوب مثل شما؟ آره مثل من. اگه تو اینقدر آدم خوبی هستی پس چرا یکی داره سعی میکنه تو رو بکشه؟ بهت که گفتم هنوز نمیدونم. تو چی کار کردی؟ به یکی آسیب زدی؟ حالا اونا میخوان به تو آسیب بزنن درسته؟ احتمالا آره. هنوزم آدم خوبه تویی. سعی کردیم باشیم. باشه. پس بیشتر سعی کن. اون از طرف خودش داره حرف میزنه. من ترجیح میدم آدم بده باشم. چیه؟ خدا همون عشق و عشق داری واقعی. چی میگی؟ اون چی داره خدا برگور میگه میکنه؟ خدا همون عشقه و عشق واقعیه. همه چی درست میشه. تو چیزیت نمیشه. ببینین هر دوی شما رو صحیح و سالم از اینجا میبریم بیرون. خب دخترت چند سالشه؟ 8. جدی؟ اسمش چیه؟ اسمش به تو عاشق لبازی هیچ ربطی خیلی نداره. اسمش خوب. همینه. باشه فهمیدم. خیلی خوب. تو سرباز نیستی. میدونم چی هستی. خیلی از شما رو این دور و برا دیدم. اسم خودتون رو گذاشتید سرباز، ولی در حقیقت شما فقط قاتلید. تو کف دستت دیدم برای پول آدم میکشی. تو برای پول چه کارایی میکنی؟ به تو ربطی نداره. باشه پس به تو هم ربطی نداره. پس دهن تو ببند. من کاریو میکنم که برای مراقبت از بچم لازمه. شما چرا این کارو ما از میکنید؟ مردم محافظت میکنیم. از کی تا حالا اینطوری محافظت میکنن؟ اون آینه مال توه؟ آره. آره؟ بدش به من. سریع. خواه. خیلی خواه. کی شما رو امشب فرستاد اینجا؟ میرکو به همون زنگ زد، گفت بگیم از طرف رئیستون هستیم. سم مراقب باش. سم لعنتی. سم دوم بیار. من نمیتونم بیام پیشت. کن حالت خوبه؟ آره من خوبم. تو تلفن رو میبینی؟ تلفن؟ آره دیدمش وایسا. آره گرفتمش. خوبه. ای کن. چیه؟ ممنون رفیق. تو جونمو نجات دادی. بهش فکر نکن. کن وای. نه کن کثافت لعنتی. خدا لعنتت کن. گندش بزن. کن فکر کنم اون هنوز داره نفس میکشه. نفس میکشه؟ آره. مطمئنی؟
خونریزی داره ولی هنوز نفس میکشه. خدا را شکر، خدایا شکرت. بجام دیگه تم. خواهش میکنم لطفاً. هممون میمیریم. من نمیخوام بمیرم. اون داره چی میگه؟ نمیخوام اون چی بمیرم. گفت؟ اون ترسیده. خودت چی فکر میکنی؟ اون میترسه همینجا بمیریم. خیلی خوب، بهش بگو قراره چه اتفاقی بیفته. خب میخوام همه رو از اینجا ببرم بیرون، باشه؟ اون حرفتو باور نمیکنه. حرفای یه قاتل برای هیچ کس ارزشی نداره. بهت که گفتم من یه سربازم. ما از مردم محافظت میکنیم. ما فقط آدم بدا رو میکشیم، اونم وقتی چاره ای نداریم. طبق نظر کی؟ حکومتتون؟ فکر میکنین واقعا فرقی میکنه؟ وقتی دخترم فقط 1 سالش بود پدرش تو خیابون به قتل رسید. چرا؟ چون شوهر منو با یکی دیگه اشتباه گرفتن. اون قاتلم برای حکومت کار میکرد ولی اونو اشتباه گرفتن و به قیمت جون شوهرم و از دست دادن پدر بچم تموم شد. اون قاتلم فکر میکرد دلیل خوبی برای کاری که میکنه داره. لطفا خبرهای خوب بده. سم چی شده؟ کن کجاست؟ اون تیر خورده، الان بیهوشه. نمیتونم برم پیشش ولی هنوز خونریزی داره. ما به پزشک احتیاج داریم، همین الان، فوراً. کن جون سخت‌تر از این حرف است. از پسش برمیاد. چیزی میبینی؟ وایس، یه آینه دارم. خیلی خوب، بگو. یه تیم به اونجا فرستادم. منتظر علامت باش. حواسم هست. 5 4 3 امنه؟ تایید میکنی؟ من یه تایید قطعی و محکم میخوام قبل از اینکه اون تکون بخوره. امنه. اتاق امنه. جاتون امنه سم. امنه؟ ظاهراً آره. تیمو میفرستم سراغتون. احتمالاً ممکنه اونا یه سری تجهیزات تو اون هتل داشته باشن. پس فقط آروم باشه و پشت خط بمون. دیگه میتونی از پشت اون ستونم بیای بیرون. اون کثافت رو پیدا کردین؟ نه سم هنوز نه. من خیلی سرم شلوغه. اینجا امنه؟ گفتی اینجا امنه؟ آره امنه. مطمئنی؟ آره. چرا بهشون اعتماد داری؟ ببین اون علامت رو خودم دیدم. اینجا امنه، نگران نباش. پس اول تو برو. دیدی؟ بهت که گفتم. پس برو دیگه. اگه اینقدر مطمئنی از پشت اون ستون بیا بیرون. هیتم، ما رو میبینید؟ هنوز نه. دارم روش کار میکنم. پس از کجا میدونستی من پشت ستونم؟ حروم زاده. تلاش خوبی بود تم. حتی مجبورم کردی اول اون علامت رو ببینم تا مطمئن بشم اینجا امنه. هوشمندانه بود. خیلی هوشمندانه بود. سم من احمق تا الان چطوری نفهمیده بودم تو چه دروغگوی پس فطرتی هستی. میدونی مردم میخوان اون چیزی که فکر میکنن درسته ببینن، نه اون چیزی که واقعا درسته. داری چی کار میکنی ها؟ دنبال چی هستی؟ داریم اخراجت میکنیم. خودت اصرار داشتی. بیشرف، چطوری تونستی بعد از این همه سال این کارو با من بکنی؟ ازت خوشم میاد سم، ولی من قضایا رو صرفاً درست یا غلط نمیبینم. بابت این بهم پول نمیدن. کار من حل کردن مشکلاتی. و مشکل اینه که یکی و مثل تو داریم که مهارت‌های خارق‌العاده‌ای داره و دیگه نمیخواد برای ما کار کنه. که خیلی هم خوبه. پس خودت راه حل رو میدونی. راه حل اینه تو رو از لیست خط میزنیم. من بهت وفادار بودم. آره بودی،
ولی اطلاعات ما از تو نشون میده که داری خیلی احساساتی برخورد میکنی. فقط موضوع سر زمانه. قبل از اینکه تو مسیر اشتباهی بیفتی و به یه خطر جدی برای ما تبدیل بشی. پس حالا آروم بلند شو، دست تکون بده. مام هممون برای تو دست تکون. چرا به من شلیک نکردی؟ چرا کن خیلی حرف میزن. قضیه شخصی نیست. مدیریت بحران تو بخش خصوصی اینطوریه دیگه. از اولین بار خیلی تغییر کرده، حتی برای تو. الان دقیقاً داری چه زری میزنی؟ فکر میکنی شما دوتا چطوری کارتون رو شروع کردی؟ دبی چیزی یادت داری میگی آدمای خودم رو کشتیم؟ از لحاظ فنی تو یه سری از بدهی ها رو راست و ریز کردی. حالا جایگزین های تو اینجا تا همین کارو بکنن، ولی متاسفانه گند زدن. تو فقط 2 گلوله لازم داشتی. انقدر کارت خوب بود که حتی یه پنجره هم نمیشکستی. خیلی بد شد که دیگه داری میری. یه تیرانداز خفن مثل تو خیلی با ارزشه. قتلایی که انجام میدادم خوب بود؟ همه قتلامون قتلای خیلی خوبی بودن سم. کثافت حرامزاده. حالا چی میشه؟ ما رو فروختن. کثافت عوضی. نمیتونی برای کمک تماس بگیری، نمیتونی به پلیس، آتش نشانی یا هر جای دیگه زنگ بزنی. من همه چی رو زیر نظر دارم. همه تماسا به من ختم میشه. تلفن تو، تلفن کن، حتی اون دخترها. خیلی خوب، حالا فهمیدم. حساب همه جاشو کردی مگه نه؟ کل اون ساختمون مال ماست. تو هیچ پناهی نداری، هیچ راه خروجی نداری. کار تمومه. چرا سریع تمومش نمی‌کنی؟ اگه این کارو بکنم میذاری اینا زنده بمونن؟ البته. به هم قول دادی ها. من کشته میشم اونا زنده آزادن که برن. مطمئن باش. داری دروغ میگی؟ معلومه که دروغ نمیگم. دروغ میگه. فکر میکنم خیلی وقت داری این کارو انجام میدی. تو دیگه یادت رفته صدات واقعا چه شکلیه. داری دروغ میگی کثافت. تو اونا رو هم میکشی. قطعاً. میبینم که داری از اون عوضیای آشغالی که براتون فرستادم طرفداری میکنی. من آشغال نیستم. تو منو میخوای. چرا خودت نمیای اینجا و تمومش نمیکنی؟ متاسفم، فکر خوبی نیست. خدای من کمکم. لیلی همونجا بمون. لیلی تکون نخور. همونجا بمون. تکون نخور. تیر خورده. نه همونجا بمون. باید بهش کمک کنی. نه اون الان یه تومس. اونا همینو میخوان. اونا میخوان تو رو بکشن بیرون. به خاطر همین بهش شلیک کردن. همونجا بمون. لیلی منو ببین مونا. خواهش میکنم. مونا منو ببین. خیلی خوب. میخوام یه کاری بکنم باشه. وقتی من برم اونا شروع میکنم به شلیک کردن. اون وقت برو سراغ لیلی. بعد بکشش یه جای امن. خب باشه. هر وقت گفتم. آماده ای؟ برو. خدای من. لیلی حرومزاده. خیلی خوب لیلی، به من نگاه کن. همه چی درست میشه باشه. از اینجا میریم بیرون باشه. لطفاً تحمل کن لیلی. من جواب خانواده‌تو چی بدم؟ لیلی بلند شو. لیلی خواهش میکنم بلند شو. سم اینا مهارت‌های کم بود، نه تو. انقدر آبروی خودتو نبر. تو کسی هستی که منو به یه عوضی تبدیل کرد که حتی نمیتونه درست شلیک ولی کنه. ستون فقرات دوستت که چیز دیگه ای میگه. اون داره میمیرسم. خودت هم میدونی. فقط تمومش کن. دیگه تمومه. از همون موقعی که پاشو گذاشته بود اونجا مرده بود. به خاطر هیچ و پوچ زندگی تو به خطر انداختی. همتون میمیرید. چرا خودتو عذاب میدی؟ میدونی که آخرش چی میشه. فضای بازی زیادی هست. پناهی نداری. پناهی ندارم. دستت به اسلحه خودت لیلی منو تنها نذار. یه جاهایی از بدنت معلوم بشه تا ما بتونیم بزنیمش. به اون میزم نمیتونی برسی. تو آسانسورم نمیتونی بری. نمیتونی بری بیرون. همه جا بسته است. دیگه تموم سم. پس
بجون، بلند شو. تمام شب وقت نداریم. زود باش. هی مونا، میتونم از این استفاده کنم؟ برای همین همرامه. برای شانس. آره، برای شانس. میخواستم همه چی تر و تمیز و با احترام برات باشه سم، ولی الان قرار خیلی اوضاع به هم بریزه. هی تم، وقتی از اینجا بیام بیرون مطمئن باش که حتما میام سراغت. حقه جالبی بود، ولی فکر نمی کنم بهش باور داشته باشی. خیلی متاسفم مونا. اون فقط 22 سالش بود. بچه بود. حالا باید چی کار کنیم؟ صبر کنیم. اگه بتونیم انقدر صبر کنیم که خورشید بیاد بالا. نور خورشید درست میفته تو چشم تیراندازی تو نور خورشید خیلی سخته. طلوع خورشید این نهایت کارته؟ در حال حاضر بله. فرض کنیم تامارا نیروهای بیشتری و سراغمون نفرستاده باشه، البته که این محاله، پس باید صبر کنیم. تو معمولا اون طرف قضیه ای؟ تیرانداز توی دیگه. آره. پس میدونی به چی فکر میکنه؟ آره. اونم میدونه تو به چی فکر میکنی. آره. اون نگران طلوع خورشید نیست؟ نه اصلا. چرا نه؟ چون فکر میکنه قبلش کارمون رو تمام میکنه. فکر میکنه نمیتونیم تا اون موقع صبر کنیم. و اگه تا بالا اومدن خورشید صبر کنیم دیگه بدنمون سرد و بیچون شده. و کشتنمون آسونتر. آره. الان داره به چی فکر میکنه؟ فکر کنم الان حسابی خودشو باخته. میدونه این قرار بوده یه کار 10 ثانیه‌ای باشه. 1 2 3 بنگ تمام. هیچ کس قرار نبود بفهمه چی میشه، ولی من به تمام برنامه‌شون گند زدم. حالا هر چقدر بیشتر صبر کنیم اون عصبانی تر میشه، ولی خیلی نه. از کوره در نمیره. آروم و خون سرد و حواس جمعه. این یه جور مبارزه اراده است و اون دوست داره برنده باشه. اون به هیچ چیزی به جز من و اون شلیک فکر نمیکنه. هدف و گلوله تمیزه، خالصه، آرامش بخشم هست. میدونم احمقانه به نظر میرسه، ولی هست، چون هیچ چیز دیگه ای تو ذهنت نیست. فقط کارته. نه پول، نه هیچ نگرانی، فقط شلیک. و اون وقت چی؟ اون مرده، ولی تو نه. همین. چجوری میتونی همچین کارهایی بکنی؟ زندگی مردم رو میگیری. چطوری؟
باید اسلحه‌مو بردارم. دارم میام، پناه بگیر. چشم در برابر چشم. بهش گوش نکن. باشه خیلی خوب. اصلا تو بندازش. دارم میذارم این زمین. فقط آروم باش، با اون کاری نداشته باش. بندازش. خیلی خوب، فقط آروم باش. باشه اون یکی اصلا آرام بنداز. آروم. دارم اینو میذارم زمین. بهش گوش نده. نه کار احمقانه ای نکن. فکر کردی میتونی منو تو آتیش بسوزونی؟ زنده زنده پوستتو میکنم. بیا اینجا. آره خوبی؟ آره. ممنون که جونمو نجات دادی. بهت که گفتم به خاطر همین این کارو میکنم، برای حفاظت از مردم. کی یه سرباز شدی؟ اون موقع که اون دوتا هواپیما به برجای دوقلو برخورد کردن، مرکز تجارت جهانی داغون شد. حسابی ترسیده بودم، به خاطر همین نام‌نویسی کردم. یه بچه بودم، 18 سالم بود، هیچ حالیم نبود. فقط میخواستم یه کاری کرده باشم که ارزششو داشته باشه. پس ثبت نام کردم، تو 4 تا برنامه شرکت کردم، افغانستان، عراق. فهمیدم کارم همچینم بد نیست. به خاطر همین اسممو برای عملیات ویژه نظامی رد کردم. از مزدش بهتر بود، ولی باید یه کارایی میکردیم که اصلا نباید در موردشون حرف میزدیم، نه به طور عمومی. اینطوری با کناش نشدم. اولش فکر میکردم کار درستیه، میدونی که حس میکردم میتونیم از تمام خطوط قرمز عبور کنیم و کاری که اون سیاست مدارای بی وجدان به همون گفتن و انجام بدیم تا جلوی تروریسمو بگیرن که اوضاع درست بشه.
اون وقت سیاه و سفید دیدن همه چیز خیلی آسان تر بود، مثل قهرمانا و آدمای شرور. خیر و شر، کلاه سیاه و کلاه سفیدا. احتمالاً اون تیراندازم اونجا دیدگاهش همینه. فکر میکنه که داره یه کار درست و برای دلیلی درست انجام میده. منم یه زمانی همینطوری میدیدم. حالا چی؟ الان دیگه 18 ساله نیستم. وقتی پای خودت هم گیر باشه اوضاع سخت‌ترم میشه. لیلی مرده. منم ممکنه کشته بشم. اما دخترم، وقتی من بمیرم کی قراره از اون مراقبت کنه؟ من پول دارم. از اینجا میبرمت بیرون، هر دوتون از کشور اون خارج موقع دیگه میکنم. مردیم. خودت اینو گفتی. میدونی اون داره به چی فکر میکنه؟ اونم تمام حرکات تو رو میشناسه. ما اینجا گیر افتادیم. هیچ راه فراری نداریم. نه، یه فرقی داره. چی؟ من از اون خیلی بهترم. اگه بتونم دوباره به اسلحه‌ام برسم کارش تمومه. تامارام اینو میدونه. فقط اون اسلحه رو میخوام. دستتو بده. چرا؟ تو هم یه قاتلی، هم یه نجات بخش. یکی از اون خوباش. کف دست هیچ وقت دروغ نمیگه. مردم دروغ میگن، ولی کف دست نه. این دخترمه، میلنا. پشتش آدرسشو نوشتم. اگه من مردم اینو نشونش بده. نه پیداش تو کن قرار و نیست بمیری. کمکش کن. پول، مدرسه، همه چیز. تا من تو رو میتونی از اینجا میبرم بیرون، دورش باشه؟ کن. خواهش میکنم. لطفا. گفتم تو رو از اینجا میبرم بیرون. لازم نیست این حرفا رو بزنی. فقط کافیه بهم اعتماد کنی. من یه سرباز آموزش دیده نیستم. تو هستی. و دخترم تنهایی نمیتونه دووم بیاره. فهمیدی؟ بهت کمک میکنم به اسلحت برسی. تو هم قول میدی به میلنا کمک کنی. قول بده. نه با زبونت، بلکه از ته قلبت در پیشگاه خداوند، و بهش عمل کن. در پیشگاه خداوند قسم میخورم با تمام وجودم ازش مراقبت کنم. ولی تو دوباره میبینیش. باشه؟ ما از اینجا میریم بیرون. برو عجله کن. از تک تیراندازا متنفرم. اگه تو واقعا مرد بودی تو چشم اونایی که کاشی نگاه میکرده. به
میلنا کشتمش. نه نه چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ بهت گفتم فرار کن. میلنای کوچک، چی؟ یا باید مراقبش باشی. این زندگی بهتر از زندگی من براش بساز. بهش یاد بده چطور زنده بمونه. نمیتونم. تو باور داشته باش کف دست هیچ وقت دروغ نمیگه. خدای من فکر کردم تو مردی. نه بس کن تکونم نده بزن. رفیق باز همین الان نمیتونم پامو تکون بدم. دیر مستقیم به ستون فقراتم خورده. تکونم نده خواهش میکنم. باشه تکونم نده نمیتونم. باشه رفیق باشه. خیلی خوب هوا تو دارم. لعنتی ای به خودت مسلط باش رفیق. ستون فقرات ترکیده ولی نتونستن کارتو تمام کنن. تو مثل تیر راه هم میمونی. دیگه وقتش بود اینا رو به هم بگی. آره رفیق. خیلی خوب. بابت مانا متاسفم. اون زن خوبی بود. آره اون زندگی ما نجات داد. آره میدونم. آره دیگه به جوابت رسیدی مگه نه؟ چه جوابی؟ که چرا یه نفر برای کسی دیگه جونشم میده؟ برای نجات کسی که دوستش دارن؟ آره. میدونی چیه؟ چیه؟ همیشه فکر میکردم تو به اولین زنی که برسی عاشقش میشی. خفه شو. خیلی خوششانسی که الان فلج شدی وگرنه خودم حسابتو میرسیدم. لعنتی. وای لعنتی. بیا اینو بکش. از اینجا باید میری. بدون من بری. نه تو رو اینجا نمیذارم. فهمیدی چی گفتم؟ من توی آشغال اینجا نمیذارم. آسانسور، لابی، پله ها، اون عوضی همه جا هست. فقط از اینجا برو. به خاطر همین باید موقعیتمون رو تثبیت کنیم. نه فقط ساکت شو. رفتمون میدونی من همین الانشو مردم. البته اگه تو سخترش نکنی. خبر خوب اینه که در مورد ملوف و حق با تو بود. واقعا ابریشمه. بازم بیرون تو شوخیت گرفته. میشه فقط یه خورده باور داشته باشی. باور؟ نه باور جواب نمیده. تاماراه اون پشت این قضیه است. میدونی؟ به خاطر همین وقتی گفتی میخوای بری عصبانی شدم. یه بوگایی برده بودم که او میخواد تو رو بکشه. جواب بده. سلام تم.
هنوز داری نیرو استخدام میکنی؟ ظاهرا باید یه تیم جدید دست و پا کنی. تو هنوز زنده ای؟ چقدر سخت جونی. کشتنت خیلی کار سختیه اما غیر ممکن نیست. تو یه آشغالی. خیلی خوب، تبریک میگم آقایون. شما ارتقا پیدا کردید. الان دقیقا داری چی میگی؟ لعنتی. آره لعنتی، حتی از اونم بدتر. یه دستوراتی از بالا بهم رسیده. شما دوتا الان اهدافی با اولویت خیلی بالا هستید. باید همین الان از اینجا بزنی بیرون. برو. بهتر اون چیزی که فکر میکنم نباشه. آره خودشه. برو فرار کن. بهت. حرکت کنید، برید. اون پهپادو سرم حسابشو رسیدم. کن خدای من. باشه که خیلی خوب. الان دیگه تو دستای تو هم رفیق. خیلی خوب، بزن بریم. خدای من. آره خودشه. جواب داد رفیق. بیروت جواب داد پسر. آره توی افسانه ای پسر. خدای من. خیلی خوب، تاییدیه بلند و واضح به دستم رسید. خدایا ممنون. ممنونم ازت. ساموئل کارتر لورد، زنده و صحیح و سالم. کدوم گوری هستی؟ من خوبم، البته نه به لطف تو تامارا لوئیس رایت. تو کجایی؟ دلت نمیخواد بدونی؟ چرا واقعا میخوام. البته حدس میزنم کلی از اون طرفدارای عوضی تو دور خودت جمع کردی. چطوری این کارو کردی؟ ها؟ یه تغییراتی بدیم. من یه نجات دهنده هستم سم. من مهارت‌های ارزشمندی دارم و هیچ بدهی هم ندارم، پس همیشه یه کار باحال انجام میدم.
تو چی؟ شاید بشه گفت یه جورایی باور به خودم رو به دست آوردم. پس بالاخره سر عقل اومدی. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه همچین کاری. من هیچ وقت خودم رو قبول نداشتم. الان دارم. شاید بشه اسمشو این روزا گذاشت کارما. دقیق‌تر بگم انتقام کارمایی. میدونی میخوام دنیا رو برای نسل‌های بعدی جای بهتری بکنم. باور به خودم رو دوباره به دست آوردم. ولی هنوزم داری آدم میکشی. این دقیقا همون آهنگی که یه خواننده دیگه داره. نه من دیگه برای کسی کار نمی‌کنم. فقط خودمم. جدی؟ آره جدی خانم میگم. باید راه بیفتیم. هنوز خیلی چیزا برای جبران مونده ولی دیگه تکتیر اندازی در کار نیست. اگه بخوام کسی رو بکشم از نزدیک چش تو چشم این کارو میکنم. اگه چیزی واقعا ارزششو داشته باشه باید دستتو بهش آلوده کنی. البته تو هیچ وقت اینو درک نکردی مگه نه تم؟ ببین نه میدونی تو چی؟ چیو درک نمی کنی؟ هنر اینه که اصلا دستت کثیف نشه. امیدوارم وقتی دیدمت هم نظرت همین سرم باشه. فردا همین موقع دارم با چند تا میلیاردر تو دبی کار میکنم. اونجا دیگه دستت به هم نمیرسه. خیلی حیف شد. بهش عادت میکنی. تو یه مرده متحرکی، تنهایی تنها. نه من دیگه تنها نیستم. نه الان دیگه یه مسئولیتایی دارم ولی اصلا مهم نیستم. یه چیز دیگه چیه؟ تو به شانس اعتقاد داری؟ خوب بود. میدونی چی میگن که شانس همیشه تو یه قدمی آدم. من همیشه آدم خوششانسی هستم سم. ممکنه از اون چیزی که فکرشو میکنه خوش شانس ترم باشید ها؟ دیگه حوصلم سر رفت سم. خداحافظ.